یه 4 رکعت نماز بخون از اول تا آخرش حواست به خدا باشه. اگه تونستی بخونی. نمیذاره، به خدا نمیذاره. طبیعی نیست، والا طبیعی نیست. سر کارهای دیگه میتونی فکرتو متمرکز کنی، سر نماز نمیتونی متمرکز کنی. نمیذاره. ما ارقم انف الشیطان به مثل الصلاه. هیچی مثل نماز پوزه شیطان به خاک نمیماله. نمیذاره. درجه اهمیت نماز برای ما اصلا قابل مقایسه نیست برای کار دیگه‌مون. تو اون سخنرانی قبلیم گفتم گوشی موبایلت زنگ میخوره مثل موشک کروز بالا سرشی. تلفن زنگ میخوره بالا سر گوشی رو برداشته، آیفون رو ور میده، رفیقت استاد صدا میگه حی علی الصلاه، بودو بیا عزیزم دلم برات تنگ شده. نمیری. 1000 تا بامبول در میاری. 5 دقیقه میخوای واسه با خدا از قیچی که گم کردی، ننت چی گفته، بابا چی گفته، لپتاپم چی شد، پسوردم چی بود، همه اینا میاد تو فکرت.